فرمانبردار خدا ترس که بود گفت میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. یک ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه که رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد، شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتشه. دویم آمد، از بین یک هفته گذشت، یک کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ و حبیب